تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام، سرخط موضوعهای مهم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر امروز در رأس یک هیئت بلندپایه جهت انجام دادن سفر رسمی وارد تاجیکستان شد. اعتراضگران قرغیز باور دارند که بازداشت رهبر حزب مخالفی حکومت جلوگیری از شرکت اموربک تکبویف در انتخابات پرزیدنتی این کشور است. با هدفی از سبقت بیرون کردن این نامزد و احتمال غالب آنها حالا یک پرونده جنایی می سازند. با من گفتند که حالا او را از روی ماده 303 که خیلی جدی و مربوط به فساد است بازداشت کردند. نقشه دراز مدت آنها به انتخابات پرزیدنتی ربط می‌گیرد. و فیلم فروشنده کارگردان ایرانی فرهاد اصغری چون بهترین فیلم خارجی جایزه اسکار گرفت و اولین کارگردان ایرانی است که 2 دفعه به گرفتن جایزه اکادمی سینمای آمریکا موفق شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر امروز در رأس یک هیئت بلندپایه جهت انجام دادن سفر رسمی وارد تاجیکستان شد. این لحظه ها دیدار یک به یکی او با امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان جریان دارد و سپس ملاقات هیئت‌های دو کشور صورت می‌گیرد. طبق برنامه در جریان دیدار میان تاجیکستان و روسیه 7 سند همکاری از جمله در بخش‌های کار و مهاجرت امضا می‌شوند. همکاران ما همین حالا در قصر ملت قرار دارند و با آماده شدن گزارش ما آن را پیشنهاد شما می‌کنیم. در آستانه سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه حکومت روسیه توسط یک هیئت ویژه به آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در تاجیکستان به حیث کمک 40 تن مواد فرستاد. این یاری‌های بشردوستانه از غذا و خیمه، کورپه‌های نمدی و نیروگاه‌های خردی سیار عبارت بوده. قیمت عمومیش به 3 میلیون دلار میرسد. روسیه 2 روز قبل از سفر رسمی ولادیمیر پوتین به تاجیکستان به آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در کشور به حیث کمک 40 تن مواد مورد نیاز که قیمت عمومیش به 3 میلیون دلار میرسد فرستاد. МЧС России доставила сюда по поручению президента и правительства Российской Федерации. В состав груза, как уже было перечислено, входят электростанция передвижная, палатки, одеяла и продукты питания. مقامات روسیه نیز گفتند که یاری با آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در تاجیکستان با دستور شخصی پوتین صورت گرفته است. در پی برفباری شدید و فرآمدن ترما در یک ماه اخیر در راه دوشنبه خوجند، منطقه رشت و ولایت بدخشان 20 نفر جان باخته، چند تن دیگر از زیر توده‌های برف بیرون آورده شدند. مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه این آفت طبیعی به اقتصاد کشور ضرر هنگفتی رسیده، دهم محل اهالی نشین در انزوا قرار گرفتند. در آغاز ماه فوریه وزارت امور خارجه تاجیکستان با پخش یک بیانیه رسمی از ساختارهای دیپلماتی و سازمانهای امدادرسانی بین المللی خواسته بود تا در رفع عاقبت‌های حادثه‌های طبیعی به دولت تاجیکستان کمک کنند. Помощь, которая сегодня оказывается со стороны российского правительства, это не первый раз. کمکی که امروز از روسیه می آید بار اول نیست. وقتی چنین آفات رخ می دهند ما نخست دست کمک روسیه را احساس می کنیم. ما این کمک را در انبارهای مرکزی ما نگاه می داریم و پس از قرار حکومت آن را برای نفران احتیاجمند تقسیم خواهیم کرد. После решения правительства она будет направлена нуждающимся населению или организациям. متخصصان میگویند که مصرف‌های مربوط به مقابله با آفت‌های طبیعی در بخش خراجات دیگری بودجه دولتی وارد شده. برای سال 2017 این بخش نزدیک 2 میلیون سومانی و برای نقلیات و کمونیکاسیون بیش از 1.3 میلیون سومانی را تشکیل داده است. متخصصان میگویند که این مبلغ‌ها واقعاً هم برای مقابله با آفت‌های طبیعی در تاجیکستان کفایت نمی‌کند. انتظار می رود که فردا ولادیمیر پوتین با قصد قرغیزستان تاجیکستان را ترک کند. سفر پرزیدنت روسیه به قرغیزستان در حال صورت خواهد گرفت که در میدان علتوای مرکزی بیشکک به طرفداری از اموربک تکبویف رهبر مخالفین تظاهرات گسترده ادامه دارد. این سیاستمدار شناخته شب 26 فوریه هنگام بازگشت از سفر خدمتی از استریا در فرودگاه مناسی شهر بیشکک بازداشت شد. روز 27 فوریه تخمیناً 500 طرفدار مخالفان در قرغیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی به نشان اعتراض از بازداشت سیاستمدار گردی هم آمدند. این ساختار گفته است که سیاستمدار منعقد دولت در یک قضیه رشوه‌گیری گمانبر دانسته می شود. در میان اعتراضگران بازداشت تکبویف رئیس جمهوری سابق قرغیزستان و از طرفداران
роза отунбоева ва чанд раҳбари дигари мухолифон ба озодшавии билофосилаи сиёсатмадор пофишорӣ карданд. замони Текебоеви 58-сола як муттафиқи президент Алмозбек Отамбоев буд. Вале тобистони соли 2016 Текебоев ҳам ба як мунаққиди сиёсии Отамбоев табдил шуд. он замон президент ба тағйири конститутсияи Қирғизистон ки ҳузури тӯлони муддати Отамбоевро дар қудрат таъмин мекард мухолифат кард. این تغییرات موقعی نخست وزیر را باریز میکند و در میان مخالفان چنین عقیده پایبرجاست که در اصل اتنبایف بعد ترک کرسی پرزیدنتی میخواهد به مقام سروزیری نشیند و یا راه یک متفق دیگری خود را به این وظیفه هموار کند. تکیبویف و طرفدارانش شدیداً مخالف تغییرات کنستیتوسیونی برآمد کردند. تکیبویف با ایمپیچمنت و یا اعلان ناباوری به پرزیدنت اتنبایف دعوت کرد و از مقامات خواست که خود رئیس جمهور و اعضای اویلش از نظر دست داشتنشان در فساد و رشوه‌خوری سنجیده شوند. انتخابات نوبتی پرزیدنتی در قرقیزستان روز 19 نوامبر برگزار می شود. در صورت از حق مسئولیت پارلمانی محروم و به جوابگری جنایی جلب شدن تکیبویف از حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری امسال محروم می شود. اسیه ساسیقبویف عضو حزب اتمکن گفت که هدف مقامات هم همین است که نگذارند تکیبویف برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه برد. با هدفی از سبقت بیرون کردن این نامزد به احتمال غالب آنها حالا یک پرونده جنایی می‌سازند. با من گفتند که حالا او را از روی ماده 303 که خیلی جدی و مربوط به فساد است بازداشت کردند. نقشه درازمدت آنها به انتخابات پرزیدنتی ربط می‌گیرد. و همچنین گفت که تکیبویف را برای فحش کردن یک نقشه عظیمی فساد که در آن دستی پرزیدنت اتنبویف هم دیده می شود مجازات می کند. ولی متفقان می گویند بازداشت تکیبویف به حادثه های برمیگردد که در زمان معاون نخست وزیر این کشور بودنش بعد انقلاب سال 2010 رخ داده است. آنها ادعا میکنند که تکیبویف گویا از یک صاحبکار روس لئونید مایوفسکی پاره در حجم $1 میلیون طلب کرده است و گویا این پول برای آن تقاضا شده است که صاحبکار روس اجازت وارد شدن به بازار تجارتی قرقیزستان را با شرکتش الفا تلکام به دست آورد. حالا برمیگردیم به تاجیکستان. اکثریت ترمینال‌های پرداخت پول تلفن در این کشور فعالیت خود را قطع کردند که باعث به سرگردانی مردم شده است. یک صاحبکاری که در دوشنبه چندین ترمینال پرداخت دارد به رادیو آزادی گفت بعد دستور آژانس ضد نثاری از روز 20 فوریه درباره قطع گرفتن حق خدمت آنها مجبور شدند کار را بس کنند. ما با صاحبکار رادیو همش واخوردم گفتن که از سبب که از 3% رو یعنی اون حق خدمتی که گرفته میشد حاضر من شدگی است یعنی با ما غیر امکان است کار رو دوام کردن. قبلا ترمینال‌های پرداخت پول از هر مشتری 3% حق می‌گرفتند ولی اکنون چنین اجازه را ندارند. در تاجیکستان تقریباً 4000 ترمینال ثبت شده است که برای پرداخت پول تلفن، پول خدمت کمونالی و همچنین جریمه‌ها برای رعایت نکردن قاعده‌های را استفاده می‌شوند. بانک ملی تاجیکستان سال گذشته مالکان ترمینال‌های پرداخت را موظف کرد که از این بابت برای پیشبرد این نوع فعالیت نخست از این بانک مجوز مخصوص دریافت نمایند. در مراسم تقدیم جایزه‌های اکادمی سینمای آمریکا که دیروز در لس آنجلس دایر شد، فیلم مونلایت و یا مهتاب برای فیلم بهترین و فیلم فروشنده کارگردان ایرانی فرهاد اصغری برای بهترین فیلم خارجی به گرفتن جایزه اسکار موفق شدند. در مراسم برنده فای داناوی به خاطر راه داده فیلم لالا لند را بهترین فیلم اعلام کرد. بعد تقدیم جایزه به هیئت این فیلم اعلان دیگر صدا داد که جایزه باید به فیلم مهتاب داده شود. به قول خبرنگاران ریترز تا این خطای برنده مراسم با نظم و ثبات میگذشت هرچند که اشاره و اظهارات سیاسی طول مراسم به چشم میخورد. در این باره همکارمان ساجده میرزا تفصیلات دارد. کارگردان فیلم فروشنده فرهاد اصغری به نشان اعتراض به سیاست محدودسازی مهاجرت از سوی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مراسم تقدیم جایزه اسکار حضور نداشت. انوشا انصاری از نام هیئت ایجادی فیلم فروشنده جایزه را گرفت و متن پیام اصغری را به حاضران ارائه کرد. خانم انصاری اولین سیاح کیهانی ایرانی تبار از نام اصغری گفت قانون غیر انسانی منع ورود شهروندان 7 کشور به امریکا که ایران نیز به آن شامل است این کارگردان مشهور را وادار کرد که از حضور در مراسم تقدیم جایزه های اسکار خودداری کند. در پیام خود اصغری که بار دوم به گرفتن جایزه اسکار در بخش فیلم های
برنامه‌های خارجی موفق شد، همچنین تأکید کرد که تقسیم جهان به خودی و دشمنان در دل مردم خوف را جای می‌کند و امکان دارد چون وسیله سفید کردن تجاوز و جنگ استفاده شود. ماه گذشته اصغری و هنرمند ایرانی ترانه علی دوست که در فیلم فروشنده نقش اساسی را آفریده است، با اشاره به دستور منع موقت ورود شهروندان 7 کشور اساساً مسلمانشین اعلام کردند که در مراسم اسکار اشتراک نمی کنند. دستور پرزیدنت دونالد ترامپ را دادگاه لغو کرد، ولی حاضر مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در پی تهیه شکل اصلاح شده این سند است. فیلم فروشنده یک فیلم مشترک ایرانی فرانسوی است و نقش‌های اساسی را در آن شهاب حسینی و ترانه علی دوست آفریدند. این فیلم از مناسبت زن و شوهر با نام رعنا و ایماد حکایت می‌کند که زندگی آنها در پی یک حادثه دچار مشکل می‌شود. اصغر فرهادی اولین فیلمساز ایرانی است که 2 دفعه برنده جایزه اسکار شد. او اولین اسکار را سال 2012 برای فیلم جدایی نادر و سیمین دریافت کرد. فرهادی میگوید فیلم ایرانی به هر گونه فشار و محدودیت در داخل و خارج تاب می‌آورد. یک سری آدم‌هایی بودن که سعی کردن خودشون رو در اون مقابل این فشارها قوی‌تر بکنن و به همین دلیل سینمای ایران سینمای در واقع با اینکه یه جایی فراز و فرود داشته ولی سینمای خیلی قدرتمندی بوده و این ادامه خواهد داشت. من خیلی خوشبینم و خیلی خوشحالم که بخش از سینمای ایرانم. تا این زمان فیلم فروشنده در جشنواره‌های کن، چیکاگو و میونخن صاحب جایزه ها شد. برای آنهایی که از تلفن‌های هوشمند به خاطر تست تمام شدن ذخیره نیرویش خسته شدند، تلفن کهنه نوکیا با قبای نو وارد بازار می شود. فروش نوکیا 3310 که در گذشته بنابر بطاری‌های قویش در تاجیکستان خیلی معمول و سرخریدار بود، از بهار امسال آغاز می‌گردد. طاهر سفر می‌گوید استحصال کنندگان امیدوارند در بازار پررقابت تلفن‌های سنسوری نوکیا معروفیت قبلیش را برمیگرداند. تلفنی همراهی که در تاجیکستان یک زمان چهارمغز شکن نامش می بردند دیگر باره به بازار برگشت. تلفن نوکیا 3310 که 16 سال پیش معروف ترین تلفن در جهان بود، با رنگ و بار زیباتر و قدرت زیادتر در کنگره جهانی تلفن های همراه روز یک شنبه در شهر بارسلونا معرفی شد. هوادارانش می‌خواستند و ما تصمیم گرفتیم آن را برگردانیم. اجازه دهید نوکیا 3310 را معرفی کنم. بطریش برای 22 ساعت صحبت کافی است، 10 برابر بیشتر از تلفن اصلی. بازی مور و موسیقی نوکیا را هم دارد. تلفن نوکیا 3310 در تاریخ یکی از 12 تلفن سرخریدار در جهان به حساب می رود. شرکت سابق فنلندی از آن 126 میلیون دانه فروخته است و شاید صدها هزار دانه‌اش در تاجیکستان به فروش رفته باشد. نرخ نوکیا نو $52 است و استحصال کنندگانش امید دارند دیگر باره دل مشتریان را به دست می‌آورند و به خصوص در کشورهای در حال رشد. تلفن‌های هوشمند که به بازار آمدند جای تلفن‌های تگمه‌ای را در چند سال پیش تنگ کردند و شرکت نوکیا یک زمان صاحب اصلی بازار جهانی تلفن‌های همراه نفوذش را از دست داد. سال 2014 نوکیا را شرکت مایکروسافت خرید و سال 2016 این شرکت با نام HMD گلوبال به بازار برگشت و حق استفاده از تمام پتنت‌های نوکیا سابق را دارد. رستم اموملی اجرا کننده رئیس شهر دوشنبه از سوی حزب حاکم تاجیکستان نامزد به وکیل مجلس وکیلان پایتخت پیشنهاد شده است. در افزای 25 شهر دوشنبه که قبلا در آن محمد سعید عبیدالله وکیل بود، رستم اموملی با نمایندگان حزب اگراری و دموکرات رقابت خواهد کرد و بعد برنده شدن میتواند رئیس کامل حقوق پایتخت شود. انتخابات وکیلان نوی مجلس شهر دوشنبه روز 2 اپریل دایر می شود. رستم اموملی روز 12 انور با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان اموملی رحمان اجرا کننده رئیس شهر دوشنبه تعیین شد. او در این مقام شهرداری با سابقه محمد سعید عبیدالله را عوض کرد. این چند خبرگزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت cwazadi.org در صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.